سلام، چه خبر؟ خوبی؟ دومین ولاگی با من، البته این 4 بود. دومین ولاگ با من. خب بچه‌ها، امروز کلی کارهای باحال داریم، کلی کارهای درسی داریم و امروز 2 فوریه و قراره که با هم پلن هایی که برای فوریه داریم رو بچینیم. یکی هم این که میخوام در مورد هابیت ترکر و مود بورد و ویژن بورد و ژورنال و اینجور چیزا صحبت کنم، ولی فکر کنم همشون تو ویدیو جا نشه. شاید دو دستشون کردم، یه دستش یه ویدیو دیگه، یه دستش هم همین ویدیو. خب بریم شروع کنیم. خب اولین چیزی که خیلی 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 به خاطرش مشتاقم که بخوام بیام بهتون توضیح بدم ژورنال کردنه. وایس، این دفتر ژورنال منه. من چه زمانی با ژورنال کردن آشنا شدم؟ وقتی که در واقع همین تابستون شروع همین کلاس 8. بعد تابستون من با ژورنال کردن آشنا شدم و خیلی خیلی دارم خواست انجامش بدم. چرا؟ چون که ژورنال کردن معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما میخوایم وقتی احساساتمون رو میخوایم خالی بکنیم، خب یه حس، نه فقط شادی یا دفتر خاطرات نیستش. اینجوریه که شما حس ناراحتی یا خشمی که از این نفر دارید یا از یه چیزی دارید یا مثلا رو مود خوبی نیستید، میایید تو اون دفتر خالی میکنید. یه وقتی ممکنه آدم به یک کسی که قبولش داره اون فرد و میدونه که خوب به آدم مشاوره میده، مثلا با اون طرف تو حرف بزنی ولی خوب دلداری نده، میدونی؟ یا مثلا ممکنه که تو یه رفتار اشتباهی کردی و مثلا خواهرم، خب من یه رفتار اشتباهی کردم، دارم به خواهرم میگم که دارم باهاش درد و دل میکنم. ممکنه که من یه چیز اشتباهی رو خودم قبول دارم و اون داره اون چیز اشتباهی من به من میگه و من نخوام قبولش کنم و اصلا ممکنه بیشتر خورد بشه و میدونید، بعد به خاطر همین هی بیشتر اوورثینک آدم میکنه. و اینکه ژورنال کردن خیلی بچه‌ها به درد میخوره، به خاطر اینکه تمام احساسات خشم و ناراحتی تو این جمع میشه که میشه بهش گفت یه کتاب قدرت درست میشه. خب چرا؟ چون وقتی که تو خشم و ناراحتیاتو تو یه جا مینویسی، وقتی خشم و ناراحتیاتو مینویسی همه اینا جمع میشن. خب و وقتی تو بعدا میری دوباره اینا رو میخونی میبینی که اینا چی بودن، مثلا درش ناراحت بودم. و اینکه تو به خودت قدرتمندتر میشی و کلا قدرتمندتر میشی، عاقل‌تر میشی. بچه‌ها واقعا آدم واقعا عاقل‌تر میشه. و اینکه اصلا به یک چیز منفی بهش نگاه نکنید. خب که الان مثلا خب بخوام دوباره برم بنویسم اینجوری بشم اونجوری بشم، نه واقعا خیلی به آدم کمک میکنه. و اینکه برای نوشتن ژورنال اصلا نیازی نیستش که شما یه نویسنده باشید یا مثلا بخواید بگید که من باید یه نویسنده باشم یا نوشتم خوب باشه که بیام ژورنال بنویسم، من باید تو چه میدونم تو نوع حرف زدنم خوب باشم، من باید فلان باشم، باید بهمان باشم تا بخوام بتونم برم ژورنال بنویسم. نه واقعا اینجوری نیستش و اصلا به این فکر نکنید که باید مرتب بنویسم، باید ژورنال مرتب بنویسم، رنگی رنگی بنویسم، برچسب بزنم. نه بچه‌ها واقعا اینجوری نیست. شما فقط میخوای اون چیز عوضی که ذهن شما رو اینقدر به هم ریخته و اعصاب شما رو به هم ریخته و اون آشغالی که اینجا جمع شده رو از این بکشی و ببریش این تو. و این یه شنونده خیلی خوبیه. چرا؟ چون فقط به تو گوش میده. این کتاب واقعا کتابه. این کتاب فقط به تو گوش میده، قضاوتت نمیکنه. تو خودت قضاوت نمیکنی. خب می‌نویسین تو این گوش میده و بعدش وقتی که می‌نویسید انگار یه دوشی از روتون برداشته میشه و خیلی به درد میخوره. و اینکه اصلا نیازی نیست مرتب بنویسید، رنگی پنگی بنویسید. حتی بعداً نوشتید اصلا بد بنویسید، نوشتنتون مدلتون افتضاح باشه، خطتون افتضاح باشه، اصلا مهم نیست. نیازی نیست خط خوب داشته باشید، نیازی نیست که مرتب بنویسید، فقط بنویسید. مثلا مثلا یکی رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها برچسب و چسب باشینا بهش نزنید. چرا؟ به خاطر اینکه میدونم که دوست دارید یه وقتا مثلا حال میده، نه واقعا وقتی حال میده که آدم بخواد تزیینش کنه، ولی نکنید. چرا؟ چون که میترسم بگم ناراحتید. به خاطر اینکه چیزای غم و ناراحتی، غم و خشم مگه فانتزی اینا داره که میخوایم با یه چیز فانتزی قاطیش بکنیم؟ نه تو واقعا نیست. مثلا بذارید اینجا خیلی من الکی مرتب و خوب نشم. اون اولا بود که داشتم می‌نوشتم فکر می‌کردم که باید مرتب باشه، ولی بذار یه جا پیدا کنم. خب مثلا اینجا معلومه اون چاپ بده، مهم نیست، فقط بنویسید. یه جمله میگم، من این تو نوشتم. من این جمله رو از نیکی مجلسی شنیدم و توش نوشتم، همون صفحه اولش نوشتم که اینجا بی قانون ترین جای ممکنه. هیچ قانونی نداره که چقدر توش اصلا مؤدب باشی، چقدر خوب بنویسی، چقدر مرتب بنویسی، چقدر مراعات کنی. نه میخوای فوش بده این تو. خب و این مثل یه رازه، مثل یه همدمه که از ساده ترین چیز برای یه دفتر شروع کنید. قسمت دفترش صفر کنم میشه. سومیش قسمت دفترش که دفترش رو ساده ترین دفتر مشکیه. خب حالا مثلا
برای ژورنال کردن دفترایی که با بقیه دفترها متفاوته، اصلا یه حس و وایب دیگه داره، از اون دفتر استفاده کنید به نظر من، چون این چیز خیلی خاصیه. و اینکه حالا مثلا دفتر من خیلی ساده است، مهم نیستش. اگه ساده است از سادگی درش برید بچه‌ها. همه اینایی که می‌بینید من تو پینترست رفتم یه دونه در آوردم، رفتم سرچ کردم استیکر استاک، اینجا براتون میذارم، اینجا براتون استیکر استاک میذارم و عکس این استیکرام اگه خوشتون میاد اینجا میذارم. بچه‌ها من اینا رو سیاه‌سفید پرینت کردم، این که دوستان نازنین بهم داده کافی. اینا رو من همه رو سیاه‌سفید چاپ کردم و با مداد رنگی خیلی خیلی ساده رنگشون کردم و انقدر خوش رنگ و خوب در آوردم. مثلا این مبل سیاه بود، نمیدونم چجوری رنگی کردم در اومد. برازش اینه که اول با مداد رنگی سفید روش رو رنگ می‌کنید، نه رو جایی که باید مشکی باشه، رو قسمتی که باید سفید باشه رنگ روشن قرار بهش بدید سفید می‌کنید، بعد رو رنگی که می‌خواید می‌کشید روش. و من اینا رو با این چسب چسبوندم، خیلی خوب این چسب می‌چسبونه رو این جلدی که نرمه و این مدلیاست، اسمش چسب همه کاره. میگم چسب خاصی نه، چسب همه کاره اینه. خب با این میچسبونید و بعدش روشو با این چسب نواری پهنا یا چسب میزنید و میچسبونیدش. فانتزیش کنید، خوشگلش کنید، اصلا به چیز منفی بهش نگاه نکنید. چرا؟ چون به خاطر اینکه یه چیز مثبتیه، مثلا عشق کنید، حال کنید که آخ جون الان میخوام برم ژورنال کنم. مثلا اون اولا خیلی اینجوری بودم که آخ جون برم ژورنال. و اینکه نمیدونم هر روز نیازی نیستش انجامش بدید. چرا؟ هر وقت که یه حس منفی داشتید بچه‌ها تنبلیتون واقعا نگید. مثلا من نباشید الان تنبلی میاد نمیرم بنویسم. قشنگ واقعا برید اصلا ذوق داشته باشید برنوشتنش. خب هر اتفاق بدی که براتون افتاد، هر حسی که داشتید، یه ذره حس منفی مخصوصا تو اون هفته از ما، حتما بنویسید، به خاطر اینکه اصلا یه انرژی مثبتی بهتون میده، خیلی مثبت. و آره دیگه اینم از ژورنال. یه موضوع دیگه از ژورنال، من اینجا یه پاکت دارم، خودش داره خیلی جالبه. از دفتره جالب برای ژورنال استفاده کنید. جالبم نبود اصلا اشکال نداره، دفتر ساده که خوشگلش می‌کنید. اون استیکرام عکسشو می‌ذارم که چیز کنید. چند تا همینجوری می‌ذارم که برید دانلودش بکنید. اینجا چند تا موضوع برای اینکه ژورنال کنید. خب در واقع اصل ژورنال کردن اینه که اون احساسات منفی رو بریزی این تو و بدی احساسات مثبت دست بده. ولی خب چند چیز دیگه هم هستش که برای اینکه یه چیزی رو تو خودت به دست بیاری، از خودت بکنی یا بفهمی که چقدر وجود تو ارزشه، اونا رو بنویسی این تو انجامشون بدید. حالا مثلا اولیش برای یکی ژورنال نویسی آزاده. هر چیزی که تو ذهنتون میگذره، هر چی بود رو میاد می‌نویسید. توش احساساتم، روزم، افکارم، این فضای من و هر چیزی که بخوام رو میتونم توش بنویسم. خب این ژورنال نویسی آزاده. بعد برای اینکه درباره اعتماد به نفسه، خب بعد چجوری بکنید؟ یه تیتر بزنید، مثلا یه تیتر اینجوری، خب یا اینجوری. حالا این برای جزوه درسیه ها، ولی خب میخوام بگم که مثلا اینجوری میتونید بالاشو تیتر بزنید. خب اولیش برای اعتماد به نفس اینه که چرا برای مهم هست که دیگران مرا قضاوت کنند، چگونه خودم را درک میکنم، اگر من با اعتماد به نفس ترین آدم بودم چه کاری رو متفاوت تر از بقیه انجام میدادم. چهارمی چگونه در مورد خودم با دیگران صحبت میکنم، یا اینکه چگونه خودم رو بقیه معرفی میکنم. پنجمی میگه که الان من چه آدمی هستم و دوست دارم به چه آدمی تبدیل بشم و چه کارهایی باید براش انجام بدم. نظرم این ژورنال چیز انجام میده، اعتماد به نفس خیلی خوبه. خب بریم بر بقیه‌اش. بخش من رفتم نارم خوردم تو کشید. خب بعدش میشه برای بهبود طرز فکر. همشون در واقع مهمه، مثلا اینجوری نیست که حتما مثلا یکیشو انجام بدید، همشون مهمه، همشون رو انجام بدید. خب بعدی برای بهبود طرز فکر. تکراری ترین افکار من چیست؟ یکی از تکراری ترین افکارتون رو بگید. چگونه میتوانم از نوشتن احساساتم یاد بگیرم؟ خب مثلا وقتی که ژورنال میکنی، مثلا من خیلی حس خشمم زیاده، مثلا چه میدونم میام هزار تا حرف میزنم اینا، بعد مثلا خودم بعدن که میخونم اون موقع از اون حس افتادم، وقتی میام میخونم اصلا میبینم که خب اینجوریه، پس من تو این حس مثلا این رفتاری خیلی بد دارم. وقتی عصبانی میشم دوستامو ناراحت میکنم، خانواده‌ام ناراحت میکنم، یا یه حرف بدی میزنم. پس از اون یاد میگیرم که مثلا خودم کنترل کنم، یاد بگیر ازش، چجوری بگم، یاد بگیر. بعد میگه که چگونه و همین این که چگونه میتونم از نوشتن احساساتم یاد بگیرم، یعنی که بفهمم یه احساساتی توی من زیاده، مثلا من خشم. سومی میگه چگونه میتوانم از خودم حمایت کنم و خودم رو دوست داشته باشم. خب اگه تمام افکارم واقعی میشد من چه فکر میکردم؟ این دیگه بستگی به افکارتون. چرا من شگفت انگیزم یا چرا وجود من با ارزشه؟ خب اینا. بعد برای چند تا چیز که میتونه به کسب کردن خودم کمک کنه. اولیش آنچه من رو خوشحال میکنه. چیه؟ این چند تا چیزی که خوشحالتون میکنه بنویسید. این دفتر من عاشقشم، بهتون گفتم دیگه. لانا دل ری. اسم کتابش چی بود؟ این کتاب خیلی سخت داره. اسمش خیلی سخته.
و اینکه بریم اول راجع به مای مودز بهتون توضیح بدم. مای مودز برعکسه. خب این چیه؟ من عکسشو براتون اینجا میذارم برای پرینت سیاه‌سفید. برای چیه؟ اینجا تو جدولش میبینید که سمت چپش زده از ماها رو، تعداد روزهای ماها رو نوشته از 1 تا 31، بالاش جنوری، فوریه، مارچ، اپریل تا دیسمبر. و هر کدومشون هم 4 خونه داره. اینا چیه؟ به عنوان مثال، خب اولا که این برای 2025 منه. و شما میتونید حتی از الان شروع کنید. بعد چیکار کنید؟ ولی مربع اون کنار تصویر اینجا. من اینو خودم پرینت گرفتم، بریدمش، چسبوندمش این کنار الان با این کنار کار دارم. بعد چیکار کنید؟ اینجا خودم برای خودم عکس می‌گیرم اینجا براتون می‌ذارم. مثلا یه سری احساسات رو می‌نویسید. پر انرژی یا با انگیزه بودن، ناراحتی، خنثی، خوشحال، عصبانی و مریضی یا خستگی و پریود. اینا رو شما مثلا کنارشون یه رنگی رو می‌ذارید. مثلا چه می‌دونم، برای ناراحتی آبی. خب بعد حالا تو اون 4 خونه ها مثلا امروز چندمه؟ امروز 2 فوریه. برای 2 فوریه من چه احساساتی داشتم؟ من مثلا امروز زرد و صورتیم یا فقط صورتیم یا فقط زردم. معمولا یک تک رنگی میکنم ولی من خودم 2 رنگی انجامش میدم بیشتر اوقات در واقع همیشه. و این به درد میخوره. برای چی؟ برای اینکه مثلا بفهمی من تو همشون بیشترشون میبینید رنگ قرمز هستش، یعنی عصبانیت. میفهمم که من تو این ماه جنوری خیلی عصبانی بودم و اینکه خب سعی میکنم که تو فوریه انقدر عصبانی نباشم. و اینکه من از 12 جنوری شروع کردم. حالا هابیت ترکر. خب این هابیت ترکر رو من برای جنوری و فوریه درستش کردم. برای خودم اینجا براتون از مال خودم عکس. خب هابیت ترکر یعنی چی؟ یعنی اینکه ردیاب عادت ها. مثلا من یه سری عادت ها رو میخوام تو خودم جا بدم. خب چیکار میکنم؟ یه هابیت ترکر درست میکنم. لزومی نداره تو دفتر باشه، میتونید پرینت بگیرید بذارید رو چیزا، دیوار، تابلو، هر جا. از ریسه آویزون بکنید و اینا. این هابیت ترکر رو کلا یه ماهه، برای 1 ماهه که من از وسط جنوری شروع کردم. هابیت ترکر مثلا من میخوام برای خودم کتاب خوندن و درس خوندن و مدیتیشن و همون رفتن و عصبی شدنم و یا تو خودم جا بدم. یه سریاش برای من اینجوری بود که چند روز در ماه مثلا چند روز در ماه من عصبانی میشم. عصبانی رو از بخاطر این گذاشتم. یا چقدر میرم همون، چقدر درس میخوام، چقدر کتاب میخوام. برای من اینجوری بود. خب و در اصل هابیت ترکر اینه که یا مثلا میخواید ببینید که چقدر اون کارو انجام میدید یا اینکه تو خودتون جاش بدید. مثلا میبینم که من کتاب خوندن فقط یکی 12 یکی 16 جنوری انجام میدادم و ناراحت کننده است. یا 16 جنوری یا فوریه. و میبینم که فقط از اینجاها انجامش دادم و خوب ناراحت میشم دیگه. و سعی میکنم که از اون به بعدش بیشتر بخونم کتابو. بعد آره دیگه، اینا هابیت ترکر. خب یکی هم ویژن بورد. بچه من هنوز ویژن بورد درست نکردم ولی برای تولدم میخوام درست کنم. چرا؟ چون تولد و 1 سال جدید. خب و برای هابیت ترکر اینجا 2 مدل عکس میذارم. اینجوری مثلا یه مدل رو دارم، فعلا یه مدل دارم، همون مدل رو میذارم که میبینید انگار مثلا یه کاغذ طور یا مثلا یه جعبه کارتون طور میبینید منظورم چیه دیگه. و همچنین یه سطح تقریبا سفتی میان چیکار میکنن؟ چیزایی که من میخوام بهش در آینده برسم. خب مثلا من میخوام یه مدال شنا بگیرم، میخوام بالرین بشم، میخوام نمره های 20 بگیرم، میخوام خیلی کارا، میخوام به این چیزا برسم. اون عکس‌ها رو پرینت میگیرید، حالا رنگی باشه قشنگ‌تر میشه ولی خب سیاه سفید هم میشه. میام اونا رو میچسبونمشون رو اون سطح هم و میذارمش یه جایی که میبینمش. خب یه جایی که میبینم، مثلا چه میدونم من تو اتاقم خیلی زیاد هستم، مثلا این جلو دقیقاً رو دیوار میذارمش، یا مثلا رو صفحه لپتاپ یا رو صفحه گوشی، جایی که خیلی میبینینش میذارید اونو. ولی خب تو هم تصویری باشه، مثلا یه سطح بزرگ دیوار خیلی بهتر باشه. و میگم ویژن بورد. خب که یا مثلا این سطح تقریبا مثل جعبه کارتونه یا از اینا قفسه های ویژن بورد که 110,000 تومان فکر کنم ارزون ترینش باشه توی دیجیکالا. میتونید از دیجیکالا هم بخرید براتون بیارن. روی میخ میزنید خیلی چیزا میشه باشه آویزون کرد. خود اون قفسه خیلی به درد میخوره ولی خب بیشتر برای ویژن بورد استفاده میشه. و مود بورد خیلی باحاله. خیلی من اینجا بالای پله هم یه تابلو دارم، میخوام اونو مود بوردش کنم. یعنی چی مود بورد چیه؟ مود بورد دیگه، موداتون. مثلا چه مودای من نقاشی کردن، کتاب خوندن، رقص دیدن، سنگ جمع کردن، اصلا هزار تا چیز، فیلم دیدن اینا. خب اینا رو میرید تو پینترست هم رو، چون تو پینترست خیلی عکس‌ها میشه قشنگ پیدا کرد. تو پینترست میرید عکس‌ها پیدا می‌کنید، مثلا میزنید چه میدونم، میزنید painting a picture for example oh my god مثلا painting a picture یا مثلا reading a book، مثلا اینجور چیزا براتون میاد. اونم پرینت میگیرید و همون مثلا من میخوام چیکار کنم، من میخوام خود این شات عکس‌ها رو همینجوری بچینم رو صفحه و بعدش اون یه پرینت بزرگ بگیرم اندازه قابم، اونو بذارم اونجا که هر وقت میبینمش یه انرژی مثبت وارد داده میشه. مود بورد اگه اشتباه نکنم همینه. بچه‌ها اینم از این ویدیو. الان ویدیو دیگه براتون میذارم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو من نگاه کردید. لطفاً سابسکرایب کنید، لطفاً لایک کنید و اینکه زنگوله رو بزنید و ممنون که تو این ولاگ با من بودید. دوستتون دارم. خداحافظ.